روز بخیر دوستان عزیزم، امیدوارم که همتون صحت سلامت هستید. ما شکرانه خدا سازم خوبیم. چه خیلی که در اینجا دیده استید مدینه، چه خیلی که چهارمغز خریده بودم، گفته بودم پگه پهلوه میکنیم. حاضر این روز با شما یک جای پهلوه میکنیم. در اینجا این را از رخیتل اینجا ارد گرفتگیم، کم ترک میاندازم، بسیار نه کم ترک، نیم شم نیم کم شم میاندازم. پس اون چی میاندازیم؟ مسکره میاندازیم. مسکره میاندازیم، یک جای میکنیم تا اینکه چی شود، چی میگن، یک جای شود با آب. و رحمت دوستان عزیز، از همان میnnatدارم که ما را دستگیری میکنید، در کامنتر گپ‌های خیلی خوب مینویسید. رحمت برای سخن‌های دیننگی که دین ما ویدیو ماندم، خیلی سخن‌های تاثیر بخش گفتید. از همه میnnatدارم، میnnatداری خود من میرسونم. اینه میخیر خدای همه اکتون راضی باشه که همه خیلی گپای خوب میگید، ما را دستگیری میکنید خیلی و خیلی. اینه خیلی نغزک یک جای میکنیم، یک جای کرده شدیم با نشون میدیم. اینه خیلی دوستان عزیز یک جای کردیم، همش به مسکه یک خیل شد. انا که تخم رو چکار میکنیم؟ سه تا تخم، سه زردش میاندازیم، سه تا زردش دای میاندازیم، 4 تا سفیدی رو دای میگیریم، 1 تا زردی رو عدل نمیگیریم برای بولوش شکیدن. سفیدی رو برای درونش. خیلی همه میدونه. با من خواستم که با شما یک جای تیار کنم، جدا کرده شدیم و نشون میدم. اینم خیلی 4 تا سفیدی رو گرفتیم، 1 تا زردی را عدل، 3 تا زردی را دایی، اینمی 200 گرم قیمق میاندازم. من سمیتانه نیافتم، قیمق گرفتم، اینجا گپ نداره. اینمی خیلی خمیرش تیار میکنم با نشون میدم. میاره یک جای کرده خمیرش تیار میکنم با نشون میدم. دوستان عزیز، اینمی خیلی خمیر تیار کردیم، در خلادیلنیک به مدت نیم ساعت میمونم، دم میگیره تا وقتا من درونش کریمش تیار میکنم. ازی دوستان عزیز، اینجا سفیدی های کم ترکی شکر انداخته لد میزنیم تا پنکای غوز شدن شه. یکم کم ترک میاندازم، کمی در کم. با غوزی شد من نشان میدم. سفید ببینم. اینمی خیلی تخمه لد زدم، اینمی خیلی شد سفیدی تخمه. حاضی همو چیمونه میاندازم، یک جایه میکنم، میگیرم اون سو در خلادیلنیک میمونم شه. نه وای برای بولوش این رس تا کمیشگی فریزی ما دیوردم که دیسته ایجا ده پاش نیستن، نکش نیسته، خودش توقع نمیجا غم داده ششته من. بانی عزیز گرفتم زولمونه، حاضی میگیرم با 4 قسم تقسیم میکنم شه و تنگ میکنیم شه. لیست ما به حد کلونه که میدونم گفتم یا مایده ترک میوینده کسی بودونه لیستی و دل به حد کلونه. اینم خیلی کلچه چای میکنیم، اینم خیلی کلچه چای میکنیم چی تنگ میکنیم شونه یالا گرفته. دوستان عزیز، اینم خیلی یکم شتونه کردم، چین کردم، خیلی سوز بوده، این ایجاش باید خیلی زیادی ترک بوده، خیلی تنگ میکنیم. از همو چی میاندازم به هم عقبتاش هم خیلی میکنیم، همو چی تیار کردگی ما میاندازم. همین را میاندازم در همین 3 قبطش میاندازیم، بالا بیشتر نه اما 3 قبط دیگه میشه میاندازیم. خیلی خشواک یک خیلی تنگ کرده میمونیم. خیلی دوستان عزیز همه شکرده شدیم به آخرانده با نشان. عزیز اینم خیلی تیار کردم،
اینجا چون همیشگی فریزه مرا غم داشته میگیریم چی میکنم استر بشه فریزه اینمی زرد تخمه در بالاش میشکم تونوکا کرده حالا زرد تخمه شکیدیم اکا با کورچه پای میمونم شه خالی نمیبریم شوان پایوش میمونیم زیره کسوده خالی که کردم بعد دمی چهارمغزا رو میچینیم و یادش بتونه داشت بتون نیست برای که کتی فریزه شکناندیم فریزه شکنان چون نمیشه نم خیلی میمونیم دوستانی عزیز ما چند بار کردگیم همی شکل کردگیم همی خیل کردگیم با مزه کودکا خوردگن خیلی دیگرها دیگه خیل میکنن ما همی خیل میکنم هر کس چنی زوری خودش میکنه دوستانی عزیز برای ما یگان سخنایی ما همی کودکان دائمی خیل میکنم شکرانه خدا یگان نزدیکیان خب آدمک میخوره با مزه که میگن نمیخیل خیلی هر کس چنی چی خودش میکنه کاشه تماما این کاشه نه؟ اون کاشه تو نمیخیل در خوف که میمونمشه سرخشی دانشان میتیم اینجا افتای نمیدونم که ویدیومون چه خیلی رفته است دوستان عزیز نمیخیل پختای پهلوامون بگیم یک جوش افتا و یک جوش محتا نمیخیل پختای ازی مشت قندامون تیار شده میریزم با یک 10-15 منوت دیگه میمونم تیار میشود میمونم شب بعد نشان میتم نمیخیل دوستانی عزیز پخته چیمو ازی میبرم شه در یک تریلکچه میگیرم و نشان میتم اینجاش سب سرخک شده ای تخمه که تخم شکیدگی میشه برای وای گفتم این ایجاش هم ایجاش شروع بپزه و ایجاش سرخی به حد شد نمیخوام اینه دوستانی عزیز قبطاش تاگوشم شروع اومده از بستگ نشون میدم ایره بگیرم اینجا اینه میخیلی پهلوامون تیار شد پهلوای بامزه هک خودم تعریف کنم و شما تعریف نکردید اینه میخیلی قبط با قبط اینه تاگوش نمیخوام ما هواش گرفتیم و میریم بکال میکنیم شما روز بکال گفتم اما کال فهمیده در بکال صورت میمونم که زیاد بکنیم و اگر باشه بعد نشون میتونم تانم تیر ماهی زر نیسار دوستان عزیز ما اومدیم دور اومدیم اینجا اینجا بکالای سیاه های در بکالای سفید میکنی بکالای سیاهش او جوش میاندازی بعد صورت میبروه بکالای سفید همونتا صورت میکنی همینجوری دادیم صورت نگاه کرده شش دوستان عزیز انا خیلی بکال کردیم اومدیم در اوجا نتونستم ویدیو کنم برای چی همیره تیار کردک در اوجا مونده بود فریزه هم در بیرون بود محوش ما فریزه را نگاه کردم محوش دور اومده هم یک بار میره قپیده ای تنش جوش بود از اینه خنک شده هم خیلی قپیده دستش سوختک نمیجاز اینه رفتیم اپتیکه خیلی دارو گرفتم کدم شو یکیم خیلی سوزونده گفت من یکم بار گفتم همی گرمه گفتم می گرم بود آخه یکم خیلی کدم گرم بود با بعدی چند قش خیلی قپیده اوقا جوشی بدم نبود یکیم خیلی پوستی بودک با نازکای نسبت با ما کار میکنیم با سختره و به حد نازکای سوخته که دسته گفته گیریه کده
همون دویده کده همون دا پیش اپتک بود رفتم ای اپتک گرفتم و ای با کلم نکیم چشید مونه یا هم خرسان شدیم هم زیغ بگیم دستش نسوخته خیلی دورو در اوک فایده میکنه میگنه کدام شوزی نه نامشو نویستیم خیلی ماشه میدوید امی ماشه میدوید قزیق کردم زوق کرد اومدم خیلی بگیرم ای پیش ببینم گفتم خیلی قپی دوزی همه رو در دستش نگرفت خیلی اگر خیریت هم خیلی قپیده همی 4 چلیکی هم خیلیش همی نکوش سوخته تمام اگر خیلی میقپید تمام پولنی دستش میسوخت چقدر گرمه خود در گرمی میکنن هم قزیق شدم همی زیقی بد شدم ده همی گریه کردم گودک خیلی اجاش درک نه او چه خیلی میشه همی خیلی همی خونه آمدم بعد دیگه اونجا ویدیو نکردم اگه گفتم تیار شو ویدیو میکنم نشون میتیم که بعد با اپتک رفتیم دورو کردیم نکاک نه ویدیو کردیم در همینجا باشه دوستانی عزیز ویدیو را به پایان میرسونیم تا ویدیو آینده در پناه خدا باشد خدا نگهداری هر یکی ما و شما باشه خیر دوستانی عزیز